السلام علیکم بینندگان عزیز. ما با شما در این ویدیو امروز نشون میتیم آماده کردن تگ تیل را. تگ تیل را با تمام موادهای سبزوات، یکی از اونها یعنی پمیدور است، گوجه فرنگی که همینطور خورد میکنیم. البته پیش از اون که نگفتنم دوستان عزیز، پس و لایک رو فراموش نکنید. از شما چیزی نمی رود دوستان عزیز، فقط یک پادپیست که میکنید، یعنی این مهنت های ما را قدردانی میکنید. خیلی سپاسگزار و تشکر میگوییم. و 250 گرم گوشت گوسفند، با گوشت گوسفند بازم خوب تر می آید. به همین شکل ما اینو خورد میکنیم، کوب مانند خورد میکنیم. ما در اول تمام موادها را آماده میسازیم، بعد شروع میکنیم با پختن. یعنی چگونه موادها را خرد کرده می شود، به همین خاطر کم کم ویدیوها را به شما توصیه میکنم، نشون میدیم که چگونه خرد کرده می شود. این بروکولی است، یعنی گلکرم سبز به اصطلاح، یعنی شاید که در خودمون گلکرم سبز گویند. البته اصطلاح نوی تاجیکیش را پیدا نکردم، ولی بروکولی نام دارد. دوم این که اینجا ما زنبروخ میگوییم، با تاجیکی زنبروخ است، اینو شامپینیونس میگویم و به همین شکل ما خرد میکنیم. شامپینیونس را هم خرد کردیم و میگذاریم به قسم دیگر. این غذا به نهایت خوشمزه است. اگر شما شرایط این غذا را کردن داشته باشید خیلی خوب است. یکی از غذاهای ایتالیانسک، یعنی ایتالیایی است. البته سه دانه پیاز رو خرد میکنیم، پیازهای میانه را. این برای یک نفر نیست، برای غذا برای 4 نفر هست و شما میتونید که ما البته این حجم موادها را میگوییم، بازم شما بهتر است که خود این را به اندازه خود یعنی درست کنید. و این پتروشکا هست، جعفری میگویم. یعنی به همین موادها را ما آماده کردیم. موادهای ما آماده هست و شروع میکنیم با پختن غذا. در اول در یک ظرف دیگر ما همچون که میبینید تاگیاتله را، این مکرون تاگیاتله را ما دو نوع است، یکی زرد و یکی سبز، هر دو اینها را میجوشانیم. ولی شما باید که خیلی احتیاط باشید عزیزان. وقتی آب میجوشد، در آب جوشانده فقط 2-3 دقیقه بگذارید، تمام بس است. کمی نرم شود کفایه است، زیادی بد نجوشانید که و چی می شود خیلی نرم می شود، یعنی خوب نمی بیاید در غذا. ما در یک ظرف اون را می جوشانیم و در ظرف دیگر زیربک خود را آماده می کنیم، یعنی به اصطلاح. و اینجا یک قاشق میده نمک میگیریم برای گوشت رو نمک کردن، زیادی به نمک نمی کنیم، این البته کمی زیادتر است. و نمک به هر کس معلوم است، یعنی به اندازه خورش خودش هست. و اگر گوشت رو هم زودتر نمک کنیم این بهتر است، چون که گوشت یعنی نمک رو به خودش میکشد، میگیرد. یک کفلیس یعنی با تقریبا 50 میلی گرم روغن است، یا اینکه بیشتر از این دیگر این مهم نیست. یعنی باید که همین گوشت رو جارید کرده شود، یعنی در روغن سرخ کرده شود. برای همین خاطر ننویستم در زیر نویستش، ننویستم که چقدر حجم است، که اینو شما خود میدونید. و روغن ما جوش شد، شروع میکنیم با گوشت را سرخ کردن. یعنی 250 گرم گوشت است، 2-3 دقیقه میجوشانیم، یعنی کمی تفت میتیم تا سرختر شود.
خوب، می شود که با دیگر مواد ها درست کرد. ما البته تصمیم گرفتیم که تمام غذاها رو به شما عزیزان توصیه دهیم، یعنی تمام خوراک هایی که خود در رستوران یا اینکه در پیتزریا آماده کرده می شود، من انشالله با کمک خداوند البته به شما یک همش رو رسپتش رو دستور عملش رو میگویم. اگر که همین خوراک رو درست کرده توانید به همین شکلی که من میگویم انشالله که بهترین غذاها رو در خانه میخورید. و این که الان میبینید من روغن رو از چی جدا کردم. البته گوشت پخت ما آماده کردیم، کمی ما روغن میریزیم، بعضی ها اصلا روغن هم نمیریزد. هر یک نفر به خودش یک رسپت خاص دارد. و سبزوات رو شروع میکنیم از پیاز، یعنی یک کمی پیاز میریزیم سرخ میکنیم و کمی از بروکولی. در اول به نوبت یعنی سرخ کرده میرویم اول مواد رو. زیاد نباید جوشونید، یعنی تفت داد، یعنی کمی تفت بدهیم، 2-3 دقیقه کفایه است. و دوم پمیدور، یعنی با برادران ایرانی میگویند که گوجه فرنگی، بازم گوجه فرنگی و این چونین زنبور رو اضافه میکنیم. اینا را هم به هم میزنیم. این من کمی دیرتر کردم این تاگیاتیل رو، این مکرونه تاگیاتیل رو، یعنی باید کمی زودتر میکردم. اینجا یه اشتباه هم از طرف من شد که در آبی جوش بود ولی خیلی گرم بود و جوشیده نبود. باید در آب جوشیده یعنی کمی میگذارید تمام، در زیاد نمیگذارید، 2-3 دقیقه تا 5 دقیقه. کمی روغن میریزیم اینجا تا که به یکدیگر نچسبند. ما اینچنین به هم میزنیم. خوب، و کمی گوشت، یعنی به اندازه یک ابریز و یک منچ دست بریم گوشتی که سرخ کردیم، یعنی البته گوشت گوسفند. و یعنی 300 گرم یا اینکه از 300 گرم هم بیشتر هم قیماق چیز را برای مخصوص پخت و پز هست اگر بریزیم خیلی خوب است. این کبوتی که ریختم این چیز است، پتروشکا هست که نمیسا پتازیلی میگوین، یعنی به زبان فارسی میشود جعفری، خودمون هم میگیم که جعفری. البته این یکی از خاکه های از گوشت گاو است، پریپراوی گاوی و یک قاشق خورد نمک اینچونین. و یک قاشق خورد دیگر مرچ، کوفته مرچ، خاکه مرچ. این رو کمی به هم میزنیم. و در آخر تاگیاتیل رو چیز میکنیم، ایلاوه میکنیم. بعد از ایلاوه کردن تا 2-3 دقیقه تمام، یعنی خوراک ما تمام، یعنی آماده میشود. این بهترین خوراک است و خوشمزه ترین خوراک است. اگر شما کرده توانید به همین شکل
موادهایش را هم داشته باشید. بازم میگوید رحمت به شما که به ما توصیه دادید، یعنی یک خوراک بهترین رو یاد گرفتیم. این خوراک های هست که البته در گرمانیا یعنی در آلمان پخته می شود، در پیتزریا ها، پیتزریا هایی که خوراک های ایتالیایی دارن و اینچنین ما از اونجا یاد گرفتیم و در اونجا من کار کرده بودم. و این یک پارس برای یک آدم و ببینید که چقدر خوب اپتیتنی به نظر می رسد. واقعا هم اپتیتنی هست. اگر خوردید هرگز پشیمان نمی شوید و باز همیشه از این خوراک ها میکنید. و در آخر دوستان عزیز، البته شما فراموش نکنید لایک و پادپیچه را فراموش نکنید و در آخر یک صلوات به پیغمبر میفرستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار شما.